سلام، به چنل ما خوش اومدید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید. چرا باید به دبی مهاجرت کنیم؟ به این نکته توجه داشته باشید که شرایط دریافت اقامت کاری در این کشور بسیار پیچیده است. شما باید حتما از سوی یک کارفرمای اماراتی پیشنهاد کاری داشته باشید. در صورتی که چنین پیشنهادی از سوی یک کارفرمای اماراتی ندارید، شانسی برای دریافت ویزای کار در امارات و دبی نخواهید داشت. امارات یکی از کشورهایی است که به دلیل شرایط عالی اقتصادی متقاضیان زیادی برای مهاجرت دارد. دبی بزرگترین شهر تجاری کشور امارات متحده عربی است. این شهر زیبا و مدرن در سواحل خلیج فارس قرار دارد و در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیر را شاهد بوده است. دبی در حال حاضر از نظر اقتصادی شرایط فوق‌العاده‌ای دارد. این شهر که حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد، موقعیتی عالی را برای سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آورده است و به همین دلیل شرکت‌های متعدد بین‌المللی تمایل دارند که در دبی فعالیت کنند. در حال حاضر کشور امارات و شهر دبی موقعیت‌های شغلی زیادی را برای مهاجران فراهم کردند و همین موضوع باعث شده که مهاجرت به امارات و مهاجرت به دبی متقاضی زیادی داشته باشد. دلایل افراد برای مهاجرت به امارات چیست؟ قبل از اینکه به روش‌های مهاجرت به امارات متحده عربی بپردازیم، باید با مزیت‌های این مهاجرت آشنا شویم. اصلا چه دلیلی دارد که بخوایم به امارات و دبی مهاجرت کنیم؟ در پاسخ باید گفت که امارات یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه در حوزه اقتصادی و تجاری است و در بیشتر زمینه‌ها آیندگی درخشانی برای آن پیش بینی می‌شود. با وجود اینکه امارات در منطقه بیابانی قرار دارد، اما شهرهای آن مانند دبی دارای جاذبه‌ها و امکانات گردشگری فوق‌العاده‌ای هستند و به همین دلیل گردشگران زیادی از سرتاسر جهان، حتی اروپا و امریکا، هر ساله به این کشور سفر می‌کنند تا تعطیلات خود را در آنجا بگذرانند. امروزه کشور امارات یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود که رفاه و سطح زندگی خوبی را برای شهروندان خود فراهم کرده است. طبیعتاً افرادی که به این کشور مهاجرت می‌کنند و می‌توانند اقامت آن را دریافت نمایند نیز از تمام مزایای زندگی در آنجا بهره مند خواهند شد. امارات جهت صدور ویزا برای متقاضیان مهاجرت قوانین خاص خودش را دارد که اگر نگوییم سختگیرانه هستند، لااقل پیچیدگی‌هایی دارند. به همین دلیل بهتر از قبل از اقدام برای مهاجرت به دبی با تمام ریزکاری‌ها و شرایط مختلف آن آشنا باشید تا با مشکلی مواجه نشوید. سایت اداره مهاجرت امارات. برای اینکه به خدمات اداره مهاجرت امارات دسترسی داشته باشید و بتوانید اطلاعات رسمی در این خصوص کسب کنید، می توانید از طریق وبسایت رسمی دولت این کشور به آدرس u.ae/en و یا وبسایت وزارت امور خارجه امارات به آدرس mofaik.gov.ae/en اقدام نمایید. شرایط جدید اقامت دبی چیست؟ برای مهاجرت به امارات مانند خیلی از کشورهای دنیا میتوان از روش‌های مختلف مانند کار، تحصیل، سرمایه‌گذاری و غیره اقدام کرد. چنانچه بخواهید برای ادامه تحصیل به یکی از دانشگاه‌های امارات بروید یا اینکه به واسطه مهارت و حرفه خود به این کشور مهاجرت کنید، مانعی برای شما وجود نخواهد داشت. مسئله مهم آن است که باید هزینه‌های زندگی در امارات و شهر دبی را در نظر داشته باشید. هزینه‌های زندگی در دبی نسبت به سایر شهرهای خاورمیانه به مراتب بالاتر است و به همین خاطر باید قبل تصمیم با مهاجرت مطمئن شوید که از پس هزینه‌ها برمی‌آیید. نکته مهم بعدی که باید در نظر داشته باشید آن است که اخذ اقامت کشور امارات کار بسیار دشواری است و برای هر کسی تحقق پیدا نمی‌کند. برای مثال، حتی اگر بخواید از روش سرمایه‌گذاری به امارات مهاجرت کنید، باید سالهای زیادی در این کشور فعالیت نمایید تا بتوانید تابعیت و اقامت آنجا را به دست آورید. بنابراین مهاجرت کوتاه مدت به امارات به هیچ وجه نمیتواند به اخذ اقامت این کشور منجر شود. در ادامه بیشتر در این باره توضیح خواهیم داد. شرایط اقامت در دبی برای ایرانیان کدامند؟ اخذ اقامت دبی برای ایرانیان تفاوت خاصی با مردم سایر کشورهای جهان ندارد. بنابراین به دنبال راه‌های میانبر که گاهی از سوی مؤسسات مهاجرتی توصیه می شود نباشید.
برای مهاجرت به امارات و دریافت تابعیت این کشور باید از طریق راه‌های تعیین شده اقدام نمایید و پروسه‌ای نسبتاً پیچیده را پشت سر بگذارید. در این مسیر هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشید به هدف خود نزدیکتر خواهید شد. ویزای توریستی امارات چیست؟ بسیاری از ایرانیان برای تفریح و گذراندن تعطیلات خود به کشور امارات و شهر دبی سفر می‌کنند. برای این منظور کافی است که ویزای توریستی امارات را دریافت کنید. نکته‌ای که برای دریافت این ویزا اهمیت دارد آن است که مدارکی را ارائه دهید که ثابت می‌کند شما قصد بازگشت به کشور خودتان را دارید. ویزای توریستی امارات 3 ماه است و قبل از سپری شدن این مدت حتماً باید به کشور خودتان برگردید. هزینه ویزای توریستی امارات. قبل از اینکه به قیمت ویزای توریستی دبی اشاره کنیم، لازم است با انواع مختلف این ویزا آشنا شویم. در شکل زیر رایج ترین ویزاهای توریستی کشور امارات را نام میبریم و هزینه آنها را نیز ذکر میکنیم. ویزای توریستی 30 روزه سینگل. اعتبار این نوع ویزا در واقع 58 روز است، اما فردی که این ویزا را در اختیار داشته باشد میتواند به مدت 30 روز پیوسته در امارات بماند. البته با پرداخت مبلغی در خاک امارات میتوان این ویزا را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. نکته مهم درباره ویزای سینگل آن است که فرد تنها یک بار میتواند با استفاده از آن وارد کشور امارات شود و سپس به کشور خودش برگردد. برای دریافت این ویزا همراه با بیمه باید مبلغی حدود 310 درهم بپردازید. ویزای توریستی 30 روزه مولتی. با ویزای مولتی میتوان بیش از یک بار به کشور امارات سفر کرد. اعتبار این ویزا هم 58 روز است و افراد می توانند در مجموع 30 روز در امارات حضور داشته باشند. این ویزا نیز قابلیت تمدید در کشور امارات را دارد. جهت دریافت این ویزا با بیمه باید مبلغی معادل 700 درهم پرداخت نمایید. ویزای توریستی 90 روزه سینگل. با دریافت این ویزا افراد می توانند به مدت 90 روز به صورت پیوسته در خاک امارات حضور داشته باشند. این ویزا نیز قابلیت تمدید دارد. ویزای 3 ماهه سینگل 700 درهم هزینه دارد. ویزای توریستی 90 روزه مولتی. این ویزا هم اعتبار 90 روزه دارد، اما افراد می توانند طی این مدت چند بار به کشور خودشان برگردند و مجدداً به امارات سفر کنند. این ویزا به همراه بیمه 1750 درهم هزینه در پی خواهد داشت. لازم به توضیح است که انواع دیگری از ویزای توریستی امارات نیز وجود دارند که مدت اقامت و همچنین هزینه آنها متفاوت است، اما در مجموع رایج ترین ویزاهای توریستی دبی همین ها هستند که در بالا ذکر کردیم. ویزای طلایی امارات متحده عربی چیست؟ کشور امارات از سال 2019 میلادی یک سیستم جدید را برای اعطای ویزای بلند مدت اجرا کرد. از طریق این سیستم همه افراد سرمایه‌دار یا متخصص سراسر دنیا می توانند بدون داشتن یک حامی اماراتی ویزای طولانی مدت 10 ساله دریافت کنند و مالک 100% کسب و کار خودشان در امارات باشند. ویزای طلایی امارات به صورت 5 یا 10 ساله اعطا می شود و افراد سرمایه گذار، کارآفرین، متخصصین در حوزه‌های مختلف و حتی استعدادهای درخشان تحصیلی می توانند از آن بهره مند شوند. شرایط دریافت ویزای طلایی امارات متحده عربی چیست؟ شرایط دریافت ویزای طلایی امارات برای ویزای 5 ساله و 10 ساله تا حدودی متفاوت است. در مورد ویزای 10 ساله افراد می توانند با سرمایه گذاری به ارزش حداقل 10 میلیون درهم در امارات این ویزا را دریافت کنند. افراد متخصص و استعدادهای درخشان نیز در صورتی که توسط وزارت علوم امارات مورد تایید قرار بگیرند، همچنین اگر فرد یک پزشک متخصص باشد و مدرک دکترای خود را از یکی از 500 دانشگاه برتر دنیا دریافت کرده، واجد شرایط دریافت ویزای طلایی امارات خواهد بود. اما دریافت ویزای طلایی 5 ساله شرایط دیگری دارد. چنانچه فردی بخواد در بخش املاک سرمایه گذاری کند، می تواند مبلغ 5 میلیون درهم را برای این کار در نظر بگیرد، به شرط اینکه این مبلغ به صورت وام نباشد. همچنین کارآفرینان اگر بتوانند پروژه‌هایی به ارزش 500,000 درهم را راه اندازی کنند، واجد دریافت ویزای طلایی می‌شوند. از دیگر افرادی که می‌توانند این ویزا را دریافت کنند، باید به دانشجویان نخبه اشاره کرد.
هزینه اقامت دبی چقدر است؟ مهاجرت به دبی از طریق روش‌های مختلف دارای هزینه‌های متفاوتی است. اما نکته‌ای که قبل از مهاجرت باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشید آن است که هزینه‌های زندگی در شهر دبی و کشور امارات را در نظر بگیرید. البته این مورد تا حدی به سبک زندگی شما نیز بستگی دارد، اما یک سری از موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل، تهیه اقلام ضروری و غیره برای همه افراد ثابت و یکسان هستند. شرایط و هزینه مهاجرت به دبی و زندگی در امارات. در جدول زیر شما می توانید هزینه‌های عمومی مربوط به زندگی در امارات و شهر دبی را مشاهده کنید. البته اینها تمام هزینه‌هایی که باید در این کشور بپردازید نیستند. ما فقط سعی می‌کنیم تا حدی شما را با هزینه‌های عمومی آشنا کنیم. توجه داشته باشید که هزینه‌ها را به دلار امریکا محاسبه می‌کنیم تا محاسبه آن برای شما نیز راحت‌تر باشد. خرید آپارتمان در مرکز شهر متری $3900. خرید آپارتمان در حاشیه شهر متری $2400. اجاره آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر $1600. اجاره آپارتمان یک خوابه در حاشیه شهر $1100. اجاره آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر $3100. اجاره آپارتمان سه خوابه در حاشیه شهر $2100. یک وعده غذا در یک رستوران ارزان برای یک نفر $10. یک وعده غذا در رستوران متوسط برای یک نفر $30. یک لیتر شیر $1.6. یک قرص نان $1.3. یک کیلوگرم سینه مرغ $7.7. حمل و نقل عمومی ماهیانه $80. هر لیتر بنزین $6. باشگاه تناسب اندام $80. بلیت سینما $12. خرید کفش چرم مردانه $100. خرید شلوار جین $60. روش‌های مهاجرت به دبی. روش‌های متعددی برای مهاجرت دبی و مهاجرت امارات متحده عربی وجود دارد. افراد متقاضی می توانند از طریق کار، تحصیل، سرمایه‌گذاری و غیره برای مهاجرت به دبی اقدام کنند. ما در ادامه به انواع روش‌های مهاجرت و اخذ اقامت دبی اشاره می‌کنیم و درباره آنها توضیح می‌دهیم. به این نکته توجه داشته باشید که شرایط دریافت اقامت کاری در این کشور بسیار پیچیده است. شما باید حتما از یک سوی کارفرمای اماراتی پیشنهاد کاری داشته باشید. در صورتی که چنین پیشنهادی از سوی یک کارفرمای اماراتی ندارید، شانسی برای دریافت ویزای کار در امارات و دبی نخواهید داشت. مهاجرت به امارات از طریق کار. برای مهاجرت امارات از طریق کار شما باید دعوتنامه از سوی یک کارفرمای اماراتی داشته باشید. این کارفرما باید حتما تابعیت کشور امارات را داشته باشد و پروسه قانونی مربوط به جذب یک نیروی کار خارجی یعنی شما را طی کند. این پروسه چندان هم ساده نیست. کارفرمای مورد نظر حتما باید یک آگهی شغلی 3 ماهه را به اداره امور اجتماعی امارات ارائه دهد. سپس اداره کار باید تایید کند که برای آن شغل هیچ نیروی کار اماراتی که مایل به انجام آن باشد وجود ندارد. اگر این مراحل طی شوند، کارفرما با شما وارد مذاکره شده و می تواند برای جذبتان اقدام کند. مهاجرت به دبی برای کار. با توجه به آنچه که در پاراگراف بالا گفتیم، مهاجرت به دبی از طریق کار امری پیچیده به نظر می رسد. در واقع کشور امارات برای جذب نیروی کار خارجی قوانین سختگیرانه و مشابه کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی دارد. بنابراین شاید برخی افراد ترجیح بدن که شانس خود را برای مهاجرت به کشورهای دیگر امتحان کنند. اما اوضاع اقتصادی کشور امارات و زیرساخت‌های عالی این کشور باعث شده که شرکت‌های بین‌المللی زیادی در آنجا فعالیت کنند و بازار کار بزرگی را ایجاد نمایند. در نتیجه اگر فردی بتواند از طریق کار اقامت دبی را اخذ کند، می‌تواند آینده درخشانی را برای خودش متصور شود. شرایط مهاجرت کاری به دبی. در مهاجرت کاری به دبی کارفرما وظیفه دارد که کلیه مدارک لازم جهت اشتغال نیروی کار خارجی را تهیه و به اداره کار ارسال کند. برای دریافت ویزای کاری دبی شما باید پاسپورت معتبر داشته باشید و مدارکی مانند اجازه کار در امارات، معاینه پزشکی و غیره را ارائه دهید. روزهای کاری در کشور امارات از یکشنبه تا پنجشنبه است و اکثر شغل‌ها از ساعت 8 تا 13 و همچنین از ساعت 16 تا 19 فعال هستند.
البته هر شغل میتواند ساعات کاری مخصوص به خودش را داشته باشد. به طور کلی نیروهای کار در امارات بین 40 تا 48 ساعت در هفته کار میکنند. هزینه‌های مهاجرت کاری به امارات. هزینه‌های مهاجرت کاری به امارات با توجه به شرایطی که فرد متقاضی دارد متفاوت خواهد بود. البته یک سری هزینه‌های اداری وجود دارند که تقریباً در تمامی روش‌ها ثابتند. درآمد کار در امارات متحده عربی. میزان دستمزدی که افراد در کشور امارات دریافت می‌کنند با توجه به نوع شغل و همینطور میزان مهارت‌های آنها متفاوت است. متوسط دستمزدها در امارات برابر 19600 درهم یا 5330 دلار در ماه است. البته حقوق‌های کمتر یا بیشتر هم در این کشور پرداخت می شود. مثلا کمترین میزان دستمزد حدود 4400 درهم است و افرادی که دستمزدهای سنگین دریافت می کنند احتمالاً تا 90000 درهم در ماه هم درآمد دارند. به طور کلی امارات یک کشور مرفه به حساب می آید و سطح دستمزدهای آن در مقایسه با بسیاری از کشورها بیشتر است. مهاجرت به امارات از طریق تحصیل. یکی از پرطرفدارترین روش‌ها برای مهاجرت امارات متحده عربی روش تحصیلی است. در این کشور مدارس و دانشگاه‌های زیادی وجود دارند که اقدام به پذیرش دانش آموزان و دانشجویان خارجی می‌کنند. هزینه تحصیل در هر کدام از آنها نیز متفاوت است. مقطع تحصیلی هم در این زمینه اهمیت زیادی دارد. برای مثال باید بدانید که دوره لیسانس در کشور امارات 3 یا 4 سال است و پس از گذراندن این دوره می توانید مدرک تحصیلی خود را دریافت کنید. مهاجرت به دبی برای تحصیل. دولت امارات در سالهای اخیر به مسئله آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای داشته و آن را در اولویت قرار داده است. به همین دلیل مؤسسات آموزشی این کشور پذیرای دانش آموزان و دانشجویان مستعد از سرتاسر دنیا هستند تا بتوانند پایه‌های اقتصاد دانش بنیان را در این کشور تقویت کنند. برای مهاجرت تحصیلی به دبی قبل از هر چیز باید ویزای تحصیلی دبی را دریافت کنید که اخذ این ویزا به دریافت پذیرش از یک دانشگاه یا مدرسه اماراتی وابسته است. شرایط مهاجرت تحصیلی به دبی. ویزاهای دانشجویی امارات حدود 1 سال اعتبار دارند و هر ساله باید تمدید شوند. چنانچه دانشجو به مدت 6 ماه از کشور امارات خارج شود، ویزای تحصیلی وی به طور خودکار باطل خواهد شد. اسناد و مدارکی که برای دریافت ویزای دانشجویی دبی لازم هستند از این قرار است: پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار، نامه پذیرش از یک دانشگاه یا مدرسه اماراتی، نامه تمکن مالی، تاییدیه پرداخت شهریه، مدارک تحصیلی، مدارک هویتی شخص متقاضی. هزینه مهاجرت تحصیلی به امارات. برای اینکه در مؤسسات آموزشی کشور امارات مشغول به تحصیل شوید، باید مبلغی را در ازای خدمات آموزشی که دریافت می‌کنید بپردازید. این مبلغ به امکانات و سطح مؤسسه آموزشی که انتخاب می‌کنید بستگی دارد. همچنین مقطع تحصیلی نیز در این مورد تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال برای تحصیل در مقطع لیسانس به طور متوسط باید 15000 دلار بپردازید. طبیعتاً برای مقاطع بالاتر مانند دکترا باید هزینه بیشتری انجام دهید. البته این اجازه را دارید که تا 30 ساعت در هفته هم کار دانشجویی انجام بدهید و از این طریق کسب درآمد کنید. ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید.